سکریپکنواز و غژکنواز شناخته توجک اولوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان دورنده ارد شرف درجه 2 کارمند شایسته تاجیکستان پروفسور رؤوف سنگینوف روز 3 نوامبر سال 2022 در سن 85 از عالم چشم پوشید. در این باره وزارت فرهنگ تاجیکستان با نشر تعزیت در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد. وزارت گفت از درگذشت این مطرب شناخته سخت اندوهگین بوده، به اهل خانواده، خویشان و پیوندان، دوستان و نزدیکان مرحوم همدردی عمیق اظهار میکنند و برایشان صبر جمیل میخواهند. روح مرحوم شد و خانه آخرتش آباد باد گفته می شود در نامه تعزیه وزارت فرهنگ یادآور شده است که مرحوم در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به حیث هنرمند ارکستر در گروه سکریپکنوازان و سالیان زیاد در مکتب اینترنت میانه مخصوص موسیقی جمهوریوی به نام شهیدی، همچون مدیر شعبه سازهای توری، پروفسور کافدرای سازهای ارکستری کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستار فعالیت نموده در تربیت و به وای رسانیدن شاگردان در ساز سکریپکا سهم ارزنده خود را گذاشته است.